صحبت ما سری میلاد هم ویژه سال روز استاد لایق که 80مین سالگردشان است انجام داده می شود و در آغاز میخوام که یک سخنی خودی استاد اشاره کنم که استاد میگن که تو را در سینه دارم خلق تاجیک و جز تو کس ندارم خلق تاجیک، تو را دنیا چنین آزرده کرده است و دنیا کی ندارم خلق تاجیک. و استاد اکنون برمیگردیم سری صحبت اساسی ما که سخن از این شروع کنیم استاد که عنوانی برنامه کنسرتیتون آفتاب باران مانده و استاد من تا جایی میدونم که استاد لایق به شما بخشیده یک پارچه شعر هم گفتن که دادرکم افضل شاه خدمت یاران میکن، من آفتاب باران کردم تو سرود باران میکن. نخست استاد میخواهم که دقیق و واقع بینانه گویید که همین پاره شعر در کدام لحظه و به کدام خاطر به شما بخشیده؟ اولا در جشن 80 سالگی استاد بزرگ استاد زنده‌یاد لایق شیرالی که در سال 30 سالگی استقلالiyeti دولت سال بسیار هم با برکت که سال 2021 است جشن استاد در همین سال قید کرده می شود. به همه اهل هنر، اهل ادب، اهل علم، اهل ایجاد این روزه تبریک میکنم، چون که استاد لایق بسیار آدم بزرگ و ایجادکار خیلی مشهور بودن، دانشمند بودن. خلق به فرزند عالمگیر، عالمگیر نیست، باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر. و بس که کام تاجیکان را با سخن برداشتن، باز آید شاعر و شعر و فساوند دیگر. شعری که استاد لایق برای من نوشتن دادرکم افضل شاه خدمت یاران بکن، من آفتاب باران کردم تو سرود باران بکن. امروز که کتاب آفتاب باران نشر شد، چاپ شد، استاد همون کتاب اولین نسخه‌اش در من تحفه کردن و در داخل همون کتاب جلد همون کتاب بداهتا همین شعر نوشتن و بعد از نوشتنشون منم کتاب چاپ کردم. کتاب منم سرود باران است، یعنی نام کتاب من از همین شعر استاد گرفتم. و باز یک کتاب دیگر حاضر آماده چاپ هست که من اونجا بسیار درباره استاد یادهایی با همراه استاد بودیم، ایجادهای سرودهای ایجاد کردیم، آهنگ‌های ایجاد کردم و در کجاها بودیم، در چه سفرها بودیم، در چه صحبت‌ها بودیم با استاد لایق همین در این کتاب جمع کردم. من یک کتاب باز تکرارا هم کتاب سرود باران قسمت دومش چاپ کردنی هستم. و البته استاد لایق در بسیار شعرها، در بسیار موردها، در بسیار جاها ما قدر میکردن، وصف میکردن. همین میگفتن که ممکن مولانا همین برای افضل شاه گفته باشد که آواز تو را تب دل ما بادا، آواز تو در خاطر دلها بادا، آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو آوازه دنیا بادا. همین برای من میگفتم این مولانا برای افضل شاه گفته است. میگفتم بسیار کس من دوست می‌داشتم، همش فرزندشون، هم تو شاگردشون. و در حقیقت استاد هم شاعری توانا بودن، هم انسانی جوانمرد بودن. هیچ وقت درویگی از پشت یک کس غیبت کردن، گپ زدن استاد نبود. استاد بسیار انسانی بزرگی در تشکل در پیشروی ملت، وطن دوستداری، وطن پروری، زبان قدر میکردن و همه امروزه جوانا از اشعار استاد لایق خوانند، دانند، آموزند. باعث افتخار ما تاجیک‌ها و تاجیکستانی‌ها باید باشد. خوشبختانه جشن 110 سالگی قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده، جشن 30 سالگی استقلالیت دولت و جشن 80 سالگی استاد لایق شیرالی. استاد از 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده هم که یاد کرده، خود استاد لایق در یک شعرشان میگویند که ما هم از مردان مهنت زاده، سینه بر امر وطن بگشاده، هم به نظم و هم به رزم و هم به عزم، پیروی عینی و ترسونزاده. لطفا استاد شما در لحظه هایی که استاد لایق شد که یکون خاطره با استاد ترسونزاده داشتن، با استاد ترسونزاده یکون حادثه خاطرمان داشتن که با شما نقل کرده باشن. استاد میرزا ترسونزاده سال 1973 به پنجکن تشریف آوردن. و اون وقت پدر من رئیس بودن، رئیس کلانترین کلخوز به نام استاد رودکی بود. مهمان شخصی پدرم اومدن، مهمان شده بودن. استاد ترسونزاده، استاد میرسعید میرشکر، استاد باقر رحیمزاده، استاد رحیم جلیل، عبید رجب و همه ادیبا و اشور سفر دیگر رو تشریف آوردن. و
پدرم قریب یک 4 روز اینا در پنجکن مهمانداری کردن و بسیار شوخی های نظم میکردن، بسیار صحبت های خوب میکردن. استاد باقر رحیم‌زاده در محفل ها همه خنداندن، صحبت میکردن و استاد ترسونزاده در همونجا یادم هست که گفتن که یک شاعر جوان و خیلی هم آینده دار ما، امروز افتخار ما، لایق که هموطن شما هست افتادن. و استاد لایق در همونجا استاد ترسونزاده یعنی علاقه بهاگذاری کردن که آینده شاعر خیلی مشهور و بزرگی ما. و استاد لایق میگفتن که اگر من ترسونزاده سرم وسیله کرده، من ترسونزاده در موردهای بسیار وزبین دستگیری نمیکردن، شاید دشمنان من میشکستن، من نمیموندم که من لایق شدم. حتی میگن که نسل من مدیون خدمت‌های استاد ترسونزاده هستیم که اگر استاد نمیشدن شاید شخصا من در محیط ادبی نبودم. و واقعا استاد بسیار مشکلی‌های که ایجاد میکردن، خشونم شوخ بودن، خشونم که بی‌پروا بودن، بعد همون کارهای انجام میدادن و استاد جانشون یا که یگان از یگان فلاکت رها میکردن که میخریدن شدن. و واقعا این جان دارد که استاد لایق شد. لایق وقتی که سرودی گیمنی اساسی را ترجمه میکنن به زبان تاجیکی، بعدی که استاد لایق ترجمه میکنن، بعد جبار رسولوف از ترسونزاده میپرسن که کی این سرود ترجمه کرد، سرودی گیمنی ملی اساسی را؟ استاد ترسونزاده میگن که اینا لایق یک شاعر جوان ما خیلی خوب ترجمه کرد. بعد میگه که به شما معقول میگه هم معقول. خیلی میگه همون لایق نباشد یک وای کنیتون، خرسند کنیتون، یعنی مبلغ گذاری کنیتون. و استاد ترسونزاده هم وقت با اتفاق نویسنده ها 300 سوم هم وقته به نام استاد لایق مینویسن. گنرال. استاد لایق میبینن میبینن که 300 سوم گنرال نویسگی نمیگیرن. میگن که در کل همین گنرال را من بخشیدم و یعنی کم که هم زیخ میشن، هم جلال میکشن میگه در به قدری، یعنی که نخواب یک صورت ترجمه همین 300 میچیو که به همین معنا خیلی در کل میگن و خر میکنن برامده میرن. بعد اینا به استاد ترسونزاده خبر میرسونن. با استاد ترسونزاده به جبار رسولوف تلفن میکنن، با میگه همه شاعرتون حسین کریتون میگه نه جبار رسولوف ما باید 300 سوم دادیم پول و خرج کرد و سال رنجید به فکر هم میگن. و جبار رسولوف میگن که تیتون یک والگا نخواد و 300 سوم تیتون. و استاد لایق به والگا تحفه میکنن. با استاد که رفتم و والگا از بعضی همین ترگامی بعضی همین پیشگی و پشتی تکستیل کامبینات با همونجا رفته والگا برآورد. یعنی که والگا بر عوض همون ترجمه گیمنی اساسی نه نه جبار رسولوف یا جست میکنن، یعنی که یک عالی همتی میکنن. و استاد ترسونزاده لایق دعوت میکنن. استاد لایق میگن که های تبریک شما یک والگا دادن، رفته والگا گیری. و همین با افتخار استاد دائما نقل میکردن که در خط ترسونزاده هم بزرگ بودن، دیگر بزرگان هم که در وقتش همین زندگی به قدر ما میرسیدن. و این روزها من یاد میارم از باخیری‌های استاد لایق شیرالی با جناب عالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت دولت امام علی رحمان و با محمد سعید عبیدوف که رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان بودن، دائما در صحبت‌ها استاد لایق دعوت میکردن، قدردانی میکردن. و این همین وقتی که پنجکن رفته قصر لایق کشودن و هیکل نوی دویمنگی هیکل ساخته شده پیشوای معظم ملت کشودن، یعنی همین احترام نسبت شعر لایق، نسبت جوانمردی‌های لایق، نسبت وطن دوستی و ملت دوستی استاد لایق است که اینا پرزیدنت دولت خیلی خوب میدونن، قدر میکنن. و این هم باعث افتخار ما شاگردان استاد لایق است که همین استاد لایق در ادبیات معاصر امروزه تاجیکان شاگردان زیاد تربیت کردن. بسیار شاعران در علیه استاد لایق شعر گفته، شاعرای محبوب و مشهور شدن. همین استاد بازار صابر، گل رخسار، گل نظر، سید علی مامور، حق نظر غایب، رحمت نظری، کمال نصرالله، نظام قاسم، آذرخش، فرزانه و بسیار شاعرای دیگر که همه همینها از استاد لایق الهام گرفتنشون، عسکر حکیم از استاد لایق الهام گرفتنشون
رست نمیکنن. یعنی میگن که در حقیقت ما از استاد لایق آموختیم، بسیار چیزا از استاد لایق فهمیدیم و استاد واقعا استاد بزرگ هستند گفتن. یعنی همون بهایی که استاد ترسونزاده به لایق داده بودن امروز با همین شاعرایی که امروز در دوره استقلالیت وطن ما نامدار و بزرگ هستند، اینا یعنی تربیه استاد لایق هم هست و استاد ترسونزاده به واسطه لایق دستگیری کردن و استاد لایق توانسته که با بزرگی نظم و شعر عزیز بزرگشان اینقدر شاعرای خوبه با رسانن تربیت کنن. و از اون جمله بنده رو که من اگر اون شعر آهنگ می‌بستم اگر مقبول نمیشد نشد میگفتن. همین جوانی رفته یکم بار آهنگ بستم و خواندم گفتن که همین شلگر میشه، همین آهنگ بهترین میشه. نه همه حالا اینا میخوند میبینی گفتن واقعا هم خیلی شد. تو دیگر به پیشوازم دمی در نمیبره گفتن که این در تمام تاجیکستان و همه تاجیک زبان‌ها مقبول میشه چون که یک دردی مخصوص داره. واقعا هم خیلی هم شد و همین شعرهایی که من خیلی شعر زیاد آهنگ بستم در دامن بهار هم خیلی زیباست. بله من از شعرهای استاد لایق که بسیار آهنگ بکشیدم شعرهاشونه. من خودم خوشبخت حساب میکنم که با استاد لایق قریب 30 سال پهلو به پهلو استاد هم کاری کردیم. شاگردی بود، شاگردشان بودم، رانندهشان بودم، پسرشان بودم و من یکم وقت پسرخوان نمیگفتم، پسرم میگفتن در همه. و امروزها من از جوانا، از دانش اندوزایی که در دانشگاه‌های عالی کشورمون میخونن، در مکتب‌های میانه میخونن، فقط خواهشم همین بود که از استاد لایق وطن دوستی و زبان مادری دوست داشتن و تاجیکستان قدر کردن و وصل کردن گذاشتن به ارزش‌های ملی. بله یاد گرفتن این چیزا. چون که استاد لایق در یک شعرشون میگن که ما از آن میدان غریبان نیستیم که دل ما با بی‌تقاضا بشکنن، گردنی گردان بشکنیم پیش از آن که گردنی ما بشکنن. و شیشه ما زنگ خراب یکی از همین چیزایی که بسیار به ننگ میکشن آدم. یا که میگن که کاری ما نیست فقط ساختن پیکره، کاری ما این که در آن پیکره ملت باشد. کاری ما نیست فقط یادی سمرقند چوکان، کاری ما این که سمرقند اصالت باشد. کاری ما نیست فقط یادی بخارای شریف، کاری ما این که زمان نیست شرافت باشد. نه برانیم که اسلام نشیند بر تخت، ما برانیم که اسلام سلامت باشد. در شهری خوجند، در خطلان میشه، در خطلان در دوشنبه سنواشون معین شده است. بله 20 ماه اگر در پنجکه گذرانیم، 22 در شهر خوجند گذرانیم نصیب باشد، 15 ماه در شهر در رایون مصرو و 27 در بختر، 28 در کلوب یا 27 در کلوب، 28 در بختر و 3 ایون در شهر دوشنبه و نصیب باشد همین جشن. بعد با دیگر اگر راهک شده شوند و خداوند بزرگ راضی باشند اگر در شهر مسکو در روسیه هم میگذاریم برای تاجیکای عزیزی که در اونجا زندگی بکنن، این روزها کار و فعالیت دارن، برای اونها در شهر مسکو میکنن. و در دیگر جاها در شهرهای نصیب باشد ممکن در سمرقند قید شود، ممکن در بخارا، در شهر تاشکند قید شود که اینم باعث افتخار و باز یک بار دیگر به شعر بزرگی لایق، به بزرگی خود استاد لایق جهانیان و همه جهانیان که قائل هستند و ما تاجیکا و مردم تاجیکستان، مردم ازبکستان همه مردم لایق دوست می‌دارن و البته در ایران و افغانستان هم این یک نام بزرگی استاد لایق هست، اونها هم قدر میکنن. و البته همه ما یک جای کوشش کنیم که همین جشن استاد خوب گذرانیم، یک یاد خوب شود. با اونجا جوانان شعر میخوانند، استودنت‌ها، طلبه ها، طالبه ها تایرها دیدن. شما میگفتید که در کنسرت چند آهنگ نو به مخلصاتون پیشکش می‌کنید؟ من راستی که در این کنسرت تازه روی کار آمده است از چند آهنگ، قریب یک 7-8 آهنگ نو میخوانم، لیکن همون چیزایی که کنه پیشترها خوانده بودم از اونا گلچین کرده. بسیار چیزای خوبی که همین آهنگای خوبی که برای زبان مردم در دل مردم نشسته است همونا رو گرفته یک
گلدسته موسیقی خیلی خوب ساخته ایستادن. و استاد یک چیزی دیگر گفتیم که واقعا استاد دستخطای زیادی دارن که حالی چاپ نشده. از همون دستخطای یگان شعر یا که یگان پاره نوشته هاشون در آهنگی که در 7-8 آهنگ نوی که دارید علاوه کردگی نیست. علاوه کردگی هستم که در کتاب چاپ نشده. در کتاب چاپ نشده است. اون هست. بله هست. و ما یک چیز فهمیدم که شما سال 97 با استاد لایق شیر و شکر داشتید. لیکن من شخصا بسیار ثبتای استاد لایق و حتی از اون شما هم قریب که پیوسته مخلص که هستم، من چی میکنم؟ کاویش ها میکنم و جستجوها میکنم. لیکن من ندیدم ثبتی همین برنامه شیر و شکری که شما با همراهی استاد لایق در کاخ باربد گذرانده بودید. همین ثبتش محفوظ هست؟ ثبتش هست، دستی من به هست، یعنی از کسیتوی همون ثبتوی قدیمه همون کلام هست. ویدیو ثبت هست. شما مال همون دیسک هم نکرد. یک وقت آزارش گرفتم نمیکنم گفتن و بعد برام پارچه گرفتن در خوجان استفاده بردم در جشن فیلم شما. فیلم شما به 60 سالگی استاد برام کرده بودیم، من کار کرده بودم. البته ما اکنون همین کار از پای شدیم نصیب باشد. همه مخلصای عزیزه که مثال شعر استاد لایق سرودای من قدر میکنن و دوست میدارن، من اول به همه اینا سپاسگزار هستم. و سالهای زیاد هستن، بعضی مخلصای هستن که قریب 30 سال 35 سال شد در برنامه من هستن، من اونها میشناسم شخصا از همه گوشه‌های تاجیکستان. و من خوشبختم که همه گوشه‌های تاجیکستان دوست میدارم، تاجیکستان در مجموع دوست میدارم و مخلصای من از همه جای تاجیکستان هستن و حتی تاجیکای بیرون از تاجیکستان هم هستن خیلی زیاد. و من آرزو دارم که جشن 80 سالگی استاد لایق یک جشن بسیار هم بزرگ و جشن خودشناسی جوانای ما زیادتر شود با سرودهای من، با شعرهای استاد لایق و وطن زیادتر دوست داریم. من همین چیزا از دیروزه سرگذشت ما در سرزمین وروخ که دیدیم که همه مردم تاجیکستان از یک گریبان سر برآوردن. حتی مخالفانی که در بیرون تاجیکستان هستن اونها هم گفتن که ما حال مخالف نیستیم، یعنی تو همین وضعیت خوب شدن، یعنی اونها هم به خود آمدن و بگذار که همونها به خود بیاین، همه ما از یک گریبان سر بروریم. امروز همین تاجیکستان آباده، همین تاجیکستان عزیزه، همین تاجیکستان بزرگه، همین تاجیکستانی که در مدت 30 سال استقلالیت ما پیشروی معظم ملت پرزیدنت دولت امامعلی رحمان همین از ساختن، ما همین احتیاط کنیم، یعنی به محلچگی و بدبختی ها به یکدیگر فروختن پس زدن ما پیش نمیریم. اگر ما یک مشت باشیم همه آدمی که به سر ما مشت میبردارد ما باید میتونیم مشتش برطرف کردن و بگذار که همین دولت، همین تاجیکستان، همین ملت همیشه پابرجا باشد، همیشه همه ما در حفظ وطن ما باشیم، ملت ما و دولت ما دوست داریم و البته شعرهای استاد لایق که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، همین چیزا خودش همش حرکت مضمون همین داره. استاد در فراورده سخن واقعا استاد افضل شوی شادی و استاد لایق بنده ناگذشتنی دارند، مثل که توأم شدن، یکی سرود میخونن یکی سرود و شعر ایجاد میکنن که واقعا ما اون شعری که در آغازی در بالا سخن گفتیم که من آفتاب باران و تو سرود باران حتما باید که همین کار شود و تاجیکستان، نه تنها تاجیکستان و دنیا را شما با آفتاب باران استالایق گرفته باشن، شما با سرود باران گرفتین و مخلصا هر کدامی که اگر که ذوق و معنی فهمی بیشتر دوست می‌دارد و واقعا با معنی و غذای معنوی تشنه است و می‌خواهد که اون بگیرد، من مرحمت به فرصتی مناسب فرا رسیده است و در فراورد سخن از سخنی استاد لایق میگم که توی بود و نبودم ملت من، توی سمتی سجودم ملت من، سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملت من.